افراد مشهوری که بر اثر سرطان فوت شدن. محمد رضا شجری، خیلی ها که چه عرض کنم، بهتره بگم کل ایران یه جورایی محمد رضا شجریان رو میشناسن. موسیقیدان و خواننده سنتی ایران که به خسروی آواز ایران و اون صدای دلنشین و زیباش یاد می شود که متاسفانه دچار سرطان ریه شد و در سال 1399 از بین ماها رفت. ناصر حجازی در زبان قبلی تیم ملی و مربی فوتبال بود. ناصر حجازی 18 ماه در حال مبارزه با سرطان بود، ولی متاسفانه پیروز نشد و سرطان مبارزه رو پیروز شد و در هنگام تماشای بازی استقلال و سپاهان به علت وخیم شدن حالت سرطانیش به کما رفت و در سال 1390 از بین ما رفت. میرسیم به سومین گزینه، استیو جابز که یکی از مخترع و مؤسس شرکت رایانه‌ای اپل بود. استیو جابز که در اثر سرطان پانکراس یا همون لوزالمعده خودمون در سال 2011 از بین ما رفت. استیو جابز قبل از فوت شدنش خیلی کارا در حق مثلا اپل کرد و خیلی چیزا اختراع کرد و واقعا یکی از خفن ترین ها بود. خیلی هم میشناسنش. میرسیم به فردی که همه اکثرا میشناسن، مخصوصا قدیمی ها، استیو مک‌کوین. خیلی از ما اون رو با فیلم پاپیون و فرار بزرگ که کسی نیست ندیده باشدش، حتی ما مثلا نسل جدید. استیو مک‌کوین برنده جایزه اسکار بود و یکی از گرونترین بازیگرها در دوران فعالیت خودش بود، ولی متاسفانه در سن 50 سالگی به علت سرطان ریه از بین ماها رفت. میرسیم به گزینه پنجم، یکی از اسطوره‌هایی که همه ایرانی‌ها میشناسنش اکثرا، چه قدیم چه جدید، چه کسایی که بعدش به دنیا اومده چه کسایی که قبلش به دنیا اومده، همه میشناسنش. همه از بس که صداش دلنشین بود، یکی از بهترین موسیقیدان و خواننده های ایرانی بود. کسی نیست جز مرتضی پاشایی که متاسفانه در سال 93 فوت شد. مرتضی پاشایی که در فضای مجازی به شهرت رسیده بود با ویدیو که از خودش پخش کرده و نخستین بار در سال 1391 آلبوم یکی هست را پخش کرد که یکی از بهترین آلبوم های که مثلا میشه بگم گوش کردمه، حداقل به نظر من. حالا شما رو نمیدونم، حداقل میارزه به خواننده امروزی. و در سال 1392 به سرطان معده دچار شد و در سال 1393 از بین ما رفت. خدا بیامرزتش، روحش شد. و چیزی که خیلی یادمه سر فوت شدن مرتضی پاشایی، من خیلی بچه تر بودم، مثلا بچه تر از الان بچه من نیست، ولی چیزی که یادمه وقتی که فوت شد حاجی همه ریختن بیرون و همه هم ناراحت بودن. مثلا یکی از نزدیکا خودشون فوت شد، دور از جون همه. اما واقعا یکی از بهترین ها بود، جز مثلا میتونم بگم جز 10 تا خواننده برتر ایرانی بود دیگه از نظر صدایی، حالا بخوایم حساب کنیم. میرسیم به قسمت آخر ویدیو و آخرین فردی که میخوام بگم، خسرو شکیبایی که همه دیگه میدونن کیو، حداقل یکی فیلمشو دیگه دیده. فیلم از خسرو شکیبایی دیگه حداقل یه فردی دیده دیگه تو ایران. بازیگر دوست داشتنی و محبوب و محبوبیتی که بین مردم داره خیلی ستودنیه. خسرو شکیبایی به علت اینکه به سرطان کبد دچار شده بود در سن 64 سالگی از بین ما رفت و خسرو شکیبایی یکی از بهترین بازیگرها و دوبلورها بود و خیلی از فیلماش مثلا هنوز که هنوز مردم میبرن لذت میبرن و یاد خاطرات قدیمشون میفتن. این واقعا یکی از بهترین بازیگرها بود و به نظر من اصلا تکرار نشدنی این بازیگر و مرتضی پاشایی هم همینطور یکی از خواننده‌ای که دیگه مثلا تکرار نمیشه. خواننده همین الان مثلا داریم مثل شادمهر، ابی، داریوش، نمیدونم تتلو، خیلی صداش خیلی خفن هستن که صدای بالا
خیلی خوب داشته باشن. ولی مرتضی پاشایان خود جز همین بود و خیلی ناراحت شدن که مثلا مرتضی پاشایی رفت. هنوز خیلی آهنگاشو گوش میدن، همه جا پخش میشه. یکی از نشونه اینه که مثلا خیلی کارت قوی و درجه یکی که حتی بعد از مرگت هم طرف فرض کن فیلماتو میبینه، نمیدونم هنوز یادت میکنه. خیلی حاجی حس قشنگی. امیدوارم مثلا هر کسی حداقل حالا همه که قرار نیست معروف باشه، مثلا تو خانواده حتی خیلی مثلا یکی میمیره فرداش دیگه هیچ کسی یادش نمیرسن به کار خودش. حالا هر چند که باید بالاخره به روال زندگی آدم برسه بعد از مرگ، اما حداقل بالاش یک ماه حداقل عزاداری کن، فرداش میزنی میرقصی، لباس روشن میپوشی. دیگه خیلی مثلا آدم لذت میبره که هنوز آهنگای معرض شجریان، نمیدونم مرتضی پاشایی، فیلمای خسرو شکیبایی پخش میشه. متاسفانه من بعضیا رو نتونستم داخل لیست جا بدم چون ویدیو خیلی زیاد میشد همین تایمش، و اگر دوست داشتین، اگه دیدم این ویدیو خیلی همین حمایت ازش کردین، بازداشت خیلی خوب بود، حتما پارت 2 میسازم و کسایی که بر اساس سرطان حالا مردن یا بر اساس چیزهای دیگه مثلا تصادف فوت شدن، حتما درباره اونم ویدیو میسازم اگر دوست داشتی از این ویدیو حمایت کردی. اگه تا الان یاد رفته چنل سابسکرایب کنی، ناموسا سابسکرایب کن بابا، من نیاز به حمایتاتون دارم. الان 3 ساعت دارم ویدیو میگیرم، درنم کف کردی قطعاتی دادم، این همه ویدیو رو 10 بار رکورد کردم. ناموسا سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن، یه کامنت انگلیسی حداقل نذاشتی فارسی بذار، یه کامنت هم بذار، یه کامنت دیگه برام بذار، یه دونه مثلا قلب بفرست، نمیدونم فاک بفرست، هر چی میفرستی بفرست، فقط یه چی بفرست. و اگه دوست داشتی چنلم به دوستا شیر همین بفرست، ارسال کن، معرفی کن. و تا ویدیوی دیگر خداحافظ.